شب 8 مارس 2014 جهان شاهد حادثه‌ای شد که تا مدتی پیش هیچ پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت. پرواز MH370 یک بوینگ 777 مجهز با 239 سرنشین از کوالالامپور به مقصد پکن پرواز کرد. پروازی معمولی همانند هزاران پرواز دیگر که هر روز در سراسر جهان انجام می شود. هیچ کس نمی‌دانست که این پرواز به یکی از عمیق‌ترین اسرار تاریخ هوانوردی تبدیل خواهد شد. هواپیما ساعت 42 دقیقه بامداد از زمین بلند شد. شرایط آب و هوایی عالی و خلبانان از با تجربه‌ترین افراد ناوگان هوایی مالزی بودند. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت تا اینکه ساعتی بعد از پرواز سامانه‌های ارتباطی هواپیما یکی یکی خاموش شدند و هواپیما از رادارهای غیر نظامی محو شد و دیگر هرگز به مقصد نرسید. اولین تئوری که مطرح شد دخالت انسانی بود. یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری این فرضیه خاموش شدن دسته تجهیزات است. ترانسپوندر هواپیما که موقعیت ارتفاع را برای برج مراقبت مخابره می‌کند، فقط با اقدام مستقیم انسانی از مدار خارج می‌شود. این کار نه تنها نیاز به دانش فنی دارد، بلکه تصمیمی آگاهانه و هدفمند است. اما چرا؟ رادارهای نظامی مالزی نشان دادند که پس از قطع ارتباط، هواپیما مسیر خود را به سمت غرب تغییر داده است. از همان زمان انگشت اتهام به سوی کاپیتان ظاهرشاه نشانه رفت. مردی با صدها ساعت پرواز، اما زندگی شخصی پر از ابهام. در لپتاپ او شبیه سازی پروازی کشف شد که مسیرهای مشابه آنچه MH370 پیموده بود در آن تمرین شده بود. آیا او مسئول این فاجعه بود یا قربانی یک سناریوی بزرگتر؟ گمانه‌زنی دیگر روایش توسط گروهی ناشناس است، شاید تروریست‌ها، شاید یک دولت خارجی. اما نکته عجیب این است که هیچ کس هرگز مسئولیت ماجرا را بر عهده نگرفت، در حالی که در اکثر موارد عاملان روایش به دنبال دیده شدن یا ارسال پیام هستند. پس اگر دخالت انسانی وجود داشت، انگیزه چه بود؟ پرسشی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است. تئوری دوم، نقص فنی و سناریوی پرواز شبح. گروهی دیگر از کارشناسان ماجرا را ساده‌تر می‌بینند. آنها می‌گویند شاید یک نقص فنی گسترده باعث شده سیستم‌ها از کار بیفتند. شاید آتش‌سوزی در کابین خلبان رخ داده یا افت فشار ناگهانی باعث بیهوشی خدمه و مسافران شده است. در این سناریو، هواپیما پس از بیهوش شدن سرنشینان به پرواز خودکار ادامه می‌داد، مانند یک پرواز شبح، بی صدا، بی هدف، تا لحظه‌ای که سوختش به پایان برسد و در اعماق اقیانوس هند سقوط کند. اما این فرضیه یک مشکل بزرگ داشت. اگر نقص فنی رخ داده، چرا خلبان حتی یک پیام اضطراری ارسال نکرد؟ با اینکه زمان کافی برای تغییر مسیر به نزدیکترین فرودگاه وجود داشت، چرا هیچ اقدامی صورت نگرفت؟ و چرا سامانه‌های ارتباطی درست همان لحظه خاموش شدند؟ این پرسش‌ها تئوری نقص فنی را به همان اندازه که منطقی به نظر می‌رسد، غیر منطقی هم نشان می‌دهد. تئوری سوم، دخالت نیروهای ناشناخته. اینجاست که پرونده رنگی از رمز و راز به خود می‌گیرد. تعدادی از پژوهشگران و حتی روزنامه‌نگاران مستقل باور دارند که پرواز MH370 قربانی چیزی فراتر از یک حادثه معمولی بوده. برخی می‌گویند این پرواز محموله حساس حمل می‌کرد، شاید فناوری پیشرفته‌ای که برای دولت‌های بزرگ ارزش استراتژیک داشت. برخی دیگر معتقدند که هواپیما به طور عمدی هدف قرار گرفته و نابود شده، اما دولت‌ها برای جلوگیری از رسوایی جهانی حقیقت را پنهان کردند و حتی گروهی فراتر رفته و سناریوهایی صحبت می‌کنند که بیشتر به داستان‌های علمی و تخیلی شباهت دارند. از آزمایش‌های فوق سری نظامی گرفته تا دخالت پدیده‌هایی که هنوز بشر قادر به توضیح آن نیست. این تئوری شاید عجیب به نظر برسد، اما یک نکته را یادآور می‌شود. در دنیای امروز همیشه همه حقیقت‌ها در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. تئوری بعدی، تئوری موجودات فضایی و ناشناخته هاست. یک فرضیه دیگر وجود دارد، فرضیه‌ای که شاید برای برخی عجیب یا حتی غیر ممکن به نظر برسد، و آن دخالت موجودات فضایی یا پدیده‌های ناشناخته خارج از درک بشری است. چرا چنین چیزی مطرح شده؟ اولین دلیل سرعت و دقت ناپدید شدن هواپیماست. در حوادث هوانوردی، حتی زمانی که هواپیما سقوط می‌کند و یا منفجر می‌شود، معمولا ردی از خود باقی می‌گذارد، سیگنال‌های اضطراری، قطعات شناور یا حتی لکه‌های سوخت. اما در مورد MH370 تا مدت‌ها هیچ چیزی پیدا نشد. گویی هواپیما یکباره از صفحه واقعیت پاک شده. در همان بازه زمانی برخی ماهواره‌ها نیز سیگنال‌های غیرعادی ثبت کردند. بعضی از این داده‌ها هرگز به طور کامل منتشر نشدند. اینجاست که برخی پژوهشگران مستقل پرسشی جسورانه را مطرح کردند: آیا امکان دارد MH370 قربانی یک برخورد نزدیک یا پدیده ناشناخته شده باشد؟ عده‌ای معتقدند شاید هواپیما به طور کامل توسط یک فناوری ناشناخته روبوده شده و نه به صورت تروریستی انسانی، بلکه به عنوان بخش از یک آزمایش یا حتی برای مطالعه توسط موجودات غیرزمینی. این پرسش تنها حاصل تخیل نیست. در همان هفته نخست گروهی از ساکنان جزایر مالدیو مدعی شدند هواپیمای غول‌پیکر را در ارتفاعی غیرعادی بسیار پایین‌تر از حد معمول دیدند. اما چیزی که روایت آنها را عجیب‌تر می‌کند نورهای شدید و صداهای غیرعادی بود که پرواز یک هواپیمای معمولی همخوانی نداشت. از سوی دیگر برخی کارشناسان داده‌های ماهواره‌ای معتقدند که سیگنال‌های ثبت شده در مسیر پرواز گسست‌هایی دارد که توضیح روشنی برای آن ارائه نشده. این شکاف‌های اطلاعاتی درست در همان بازه‌ای رخ می‌دهد که هواپیما از رادارها محو شده.
و درست در همین جاست که پای فرضیه موجودات فضایی به میان میآید. برخی میگویند اگه قرار باشد یک فناوری ناشناخته بتواند جسمی به بزرگی یک بوینگ 777 را بدون برجای گذاشتن رد محو کند، همین شکاف‌ها و همین روایت‌های محلی می‌تواند اولین نشانه‌ها باشد. سالها جستجو بی‌نتیجه بود. میلیون‌ها دلار هزینه شد. هزاران ساعت غواصی و ردیابی انجام گرفت، اما نشانی از پرواز MH370 به دست نیامد. همه چیز به یک راز بزرگ شبیه شده بود، تا اینکه به طور کاملا اتفاقی یک کشتی کاوشگر تجاری که در حال بررسی بستر اقیانوس هند بود به چیزی برخورد. آنها جعبه سیاه هواپیما را یافتند، وسیله‌ای که سالها مثل قلبی خاموش در اعماق اقیانوس آرام گرفته بود. وقتی کارشناسان داده‌های ضبط شده را بازخوانی کردند، حقیقت تکان‌دهنده‌ای آشکار شد. صدای ضبط شده در کابین نشان می‌داد که در لحظه حساس تنها یک نفر در کابین حضور داشت: خلبان ظهاری احمدشاه. او پس از آنکه کمک خلبان را به بهانه ساده از کابین بیرون فرستاده بود، در را قفل کرد و کنترل کامل پرواز را در دست گرفت. ثانیه‌ها بعد ارتفاع هواپیما به طور غیرعادی بالا رفت. صدای آژیر هشدار افت فشار به وضوح در جبهه سیاه شنیده می‌شد و سپس صدای سرفه‌ها و فریادهای خفیف و بعد سکوتی طولانی. در حالی که مسافران و خدمه به دلیل کمبود اکسیژن بیهوش می‌شدند، ظهاری با آرامش مسیر هواپیما را تغییر داد. داده‌های فنی ضبط شده نشان می‌دهد که این تغییر مسیر کاملاً دستی و آگاهانه انجام شده بود، نه بر اثر نقص سیستم یا دخالت خارجی. آخرین لحظات ضبط شده نشان می‌دهد که هواپیما به سمت منطقه عمیق و غیرقابل دسترس از اقیانوس هدایت شد، جایی که حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای جستجو هم به سختی می‌توانست به آن برسد. با انتشار این اطلاعات دیگر جایی برای تردید باقی نماند. پرواز MH370 نه قربانی موجودات ناشناخته شد، نه طعمه‌ای برای جنگ‌های پنهانی دولت‌ها، بلکه نتیجه تصمیمی تلخ و هولناک بود، تصمیمی که توسط کسی گرفته شد که باید حافظ جان همه مسافران می بود. امروز با بازخوانی جعبه سیاه این راز هوانوردی سرانجام پایان یافته است. پایانی تلخ، اما پاسخی روشن برای پرسشی که جهان مدت‌ها در جستجوی آن بود. اینجا جایی است که روایت‌های رسمی پایان می‌گیرد، جایی که حقیقت لابلای خطوط تاریک تاریخ پنهان شده و ما جسارت آن را داریم که پا به سایه‌ها بگذاریم. پشت مرزهای ممنوع تنها یک کانال نیست. این مسیری است برای عبور از روایت‌های تکراری، برای پرسیدن سوال‌های دیگران از پرسیدنش می‌ترسند. ما در اینجا به سراغ رازهایی می‌رویم که سالها جهان را در سکوت فرو برده است. پروازهایی که هرگز به مقصد نرسیدند، صداهایی که از اعماق اقیانوس بازگشتند و حقیقت‌هایی که هیچ وقت اجازه دیده شدن پیدا نکردند. هر اپیزود سفری است به دل ناشناخته‌ها. اینجا شما شاهد بازخوانی پرونده‌هایی خواهید بود که مرز میان واقعیت و افسانه را می‌شکند. اگر آماده‌ای فراتر از آنچه دیده‌ای و شنیده‌ای قدم بگذاری، به پشت مرزهای ممنوع خوش آمدی.